در پایان مراسم استقبال رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم عمران خان با اعضای هیئت‌های رسمی دو جانب شناس شدند. Assistant to President on Foreign Relations, Minister of Transport, Minister of Culture, Minister of Education and Science, Ambassador to Tajikistan and Counter-Corruption, Chairman of the Committee on Emergency Situations and Civil Defense, Spokesperson to President. بعد شناسایی با هیئت‌های رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همین جا نهال دوستی شناندند. جای تاکید است که جریان مراسم استقبال رسمی توسط بسیار شبکه‌های تلویزیونی پاکستان به طور مستقیم نمایش داده شد. همچنین خاطررسان باید نمود که رفت آمادگی به این سفر و جریان آن در واسطه‌های اخبار عامه پاکستان خیلی وسیع انعکاس می‌یابد. بررسی مسائل وابسته به رشد منبع مناسبات دوستی و همکاری دو کشور، نخست در ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم عمران خان آغاز یافته، ضمن مذاکرات رسمی سطح عالی با اشتراک هیئت‌های وسیع دو جانب ادامه یافت. در جریان ملاقات مذاکرات سطح عالی حالت کنونی و دورنمای رابطه‌های کشورها، اینچنین مسائل عمده منطقوی و بین المللی بررسی کرده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از پذیرایی و مهمان نوازی گرم و صمیمی جانب پاکستان اظهار سپاس و خوشنودی کرده. دایر به اهمیت مناسبات دو کشور چنین گفتند: ما جایگاه گستراتژیک پاکستان و نفوذ آن را در منطقه آسیای جنوبی و جهان اسلام مهم می‌شماریم. آماده ایم تمام امکانات‌ها را جهت تحکیم منبع مناسبت‌ها و همکاری کشورهایمان هدفمندانه استفاده بریم. ضمن مذاکرات رسمی دایر بر رشد همکاری در ساحه‌های سیاسی، تجارت و اقتصاد، علم و معارف، فرهنگ، امنیت و دیگر سمت‌های رابطه‌های برای هر دو دولت سودآور گفتگوی سودمند صورت گرفت. تأکید گردید که با در نظر داشت واقعیت امروزه از جمله وابسته به پاندمی کووید 19، رشد و توسعه همکاری در ساحه‌های تجارت و اقتصاد، انرژتیک، نقلیات، علاقه، کشاورزی، صنعت و جلب سرمایه باید یکی از سمت‌های اساسی تلاش‌های مشترک جانب‌ها باشد. ضرور شمرده شد که جهت افزایش دادن حجم تجارت دوجانبه و توسعه همکاری سرمایه‌گذاری، فعالیت ثمره‌بخش کمیسیون مشترک تاجیکستان و پاکستان باید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی ادامه بخشیده شده. همزمان کار شورای مشترک صاحبکاران و گروه کاری مشترک باید به انرژتیک و انفراستراکچور فعال گردانده شود. تطبیق مشترک لایحه کسه 1000 در ساحه انرژتیک نمونه عالی همکاری دو کشور میباشد و یکی از مسائل مهم در دایره لایحه کسه 1000 سریع وقت انجام دادن کارهای ساختمانی و وصل‌کنی به شمار می‌رود. ساحه نقلیات یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک رابطه‌های دو کشور بوده. تاجیکستان آماده توسعه بخشیدن همکاری‌ها در این ساحه، علل خصوص دایر به پیوستن تاجیکستان با بندرهای بحری پاکستان، قراچی و گوادر از طریق تشکل دادن دالان‌های ترانزیتی و نقلیاتی میباشد. برای ماندن پروازهای بارکشانی کارگو بین دو کشور عامل افزایش تبادل مال و محصولات معنی داد گردید. باید گفت که با مقصد توسعه همکاری‌ها در سمت حمل و نقل بین المللی اتومبیلی، لایحه سازشنامه بین حکومتی سه جانبه آید به حمل و نقل ترانزیتی و تجارت بین تاجیکستان، افغانستان و پاکستان تهیه گردیده است و در بررسی جانب‌ها قرار دارد. وابسته به رشد همکاری در ساحه صنعت پیشنهاد گردید که همکاری جانب‌ها در بخش صنعت سبک و کارکرد محصولات، اینچنین داروسازی، تأسیس دادن کارخانه‌های مشترک صنعتی استحصال محصولات غذایی در منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان با اشتراک و سرمایه‌گذاری شرکت‌های پاکستانی براه مانده شود. در ساحه کشاورزی جانب‌ها آید به گسترش همکاری‌ها در بخش‌های چارواداری، رستنی پروری، مبادله تجربه در سمت سلکسی تخمی زراعت‌های غله‌دانگی، لوبیاگی، روغن دهنده و بازآموزی متخصصان طرف‌ها هوسمندی خود را ابراز داشتند. ضمن بررسی مسائل امنیتی به خصوص تأمین امنیت منطقه تاجیکستان و پاکستان در مسائل مبارزه علیه تهدیدهای گلوبالی، تروریسم، افراطگرایی،
قاچاق مواد مخدر و دیگر شکل‌های جنایتکاری متشکل فرامیلی شریک طبیعی نامیده شد. در رابطه با وضع مرکب سیاسی کشور همسایه افغانستان تاکید شد که تاجیکستان خواهان هر چه زودتر برقرار گردیدن صلح و ثبات در آن میباشد. اظهار باوری کرده شد که رابطه‌های دوجانبه جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان در آینده نیز توسعه یافته به منفعت دو مردم دوست خدمت خواهند کرد. در آخر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بار دیگر برای پذیرایی صمیمی و مهمان نوازی حکومت و مردم پاکستان اظهار سپاس به اندازه کرده از سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم عمران خان جهت انجام دادن سفر جوابی رسمی به تاجیکستان دعوت به عمل آوردند. پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و پاکستان در حضور و با اشتراک سران دولت‌ها محترم امام علی رحمان و محترم عمران خان مراسم امضای 12 سند نوی همکاری برگزار گردید. زیر اعلامیه مشترک درباره اقدام‌های بعدی جهت ساختن شراکت استراتژی برای همبستگی منطقوی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم عمران خان امضا گذاشتند. سپس در حضور سران دولت‌ها سندهای زیرین امضا کرده شد. سازشنامه همکاری اکادمی میان دانشگاه تکنیکی تاجیکستان و دانشگاه ایندوس پاکستان. سازشنامه عاید به همکاری بین پالات سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و پالات سودا و صنعت کویت بلوچستان جمهوری اسلامی پاکستان. سازشنامه عاید به همکاری بین پالات سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و پالات سودا و صنعت سیالکوت جمهوری اسلامی پاکستان. یادداشت تفاهم بین پالات سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و پالات سودا و صنعت لاهور جمهوری اسلامی پاکستان. یادداشت تفاهم بین اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان و دفتر ملی حساب جمهوری اسلامی پاکستان. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری اسلامی پاکستان عاید به پیشگیری و برطرف سازی حالت‌های فوق‌العاده. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری اسلامی پاکستان عاید به همکاری در ساحه‌های فرهنگ و صنعت. یادداشت حسن تفاهم بین دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان و دانشگاه ملی زبان‌های معاصر اسلام آباد جمهوری اسلامی پاکستان. تفاهمنامه عاید به همکاری‌های علمی و تحصیلاتی میان دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و دانشگاه تکنولوژی‌های اطلاعاتی کامساتس جمهوری اسلامی پاکستان. سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری اسلامی پاکستان عاید به حمل و نقل بین المللی اتومبیلی. برنامه همکاری بین وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای خارجی جمهوری اسلامی پاکستان. بعد انجام مراسم امضای سندهای نوی همکاری، سران دولت‌ها پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم عمران خان برای دایره وسیع خبرنگاران نشست مطبوعاتی آراسته نتیجه های واخوری را نیک و نظررس ارزیابی کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان را در کشور خویش استقبال میکنم. رئیس جمهور تاجیکستان قبلا هم چندین بار به پاکستان تشریف آوردند. عجب این است که ما هر دو در یک روز تولد شدیم. ولادت ما یک روز است و رئیس جمهور خودشان به من گفتند. ما امروز بسیاری از یادداشت‌های تفاهم را امضا کردیم که در آن تجارت بود و این تجارت ما بین ما و تاجیکستان بسیار امر مهم است و روابط ما هر دو کشور در این سلسله عمیق‌تر خواهند شد و از راه گوادر بسیار پیشرفت خواهیم کرد. یادداشت‌های تفاهم را که امضا کردیم در آن تحصیلات هم شامل بود، کلتور هم شامل بود، فرهنگ بود و از این لحاظ ما بیشتر کوشش خواهیم کرد که در مورد دفاع هم ما چگونه با یک دیگر کمک کرده می توانیم. چالش هایی که تاجیکستان و ما پاکستان هر دو روبرو داریم این است که اگر روابط تجارتی ما با هم مشترک شدند و بدترین چالش که ما پیش رو داریم این است که طوری که امریکایی ها افغانستان را انخلا کردند و از آن وضعی که پیدا شده این وضع دیگر بعد از این ادامه نخواهد داشته باشد. اگر اوضاع در افغانستان ثبات پیدا نکند بعد از انخلای امریکایی ها ما هم ترس داریم که خود تاجیکستان و هم پاکستان
از این زجر و ترس داشته خواهد بود. هر دو مملکت لازم دارند که در افغانستان یک تصفیه سیاسی وجود داشته باشد و حل سیاسی داشته باشد، زیرا که اگر حل سیاسی در مسائل افغانستان به وجود نیایند برای هر دو مملکت بسیار ترسناک است و ما قبلا هر دو رئیس جمهور تاجیکستان و من هم بحث کردیم که کوشش‌های زیادی میکنیم که از لحاظ تصفیه سیاسی افغانستان را مستحکم‌تر بسازیم، چون که اگر افغانستان ثبات اقتصادی ثبات سیاسی پیدا کند هر دو مملکت ما از این بهره خواهند برداشت. مهمترین چالنجی که ما هر دو کشور داریم چالش آب و هوا است، محیط و آب و هوا است، زیرا که در تاجیکستان هم از یخچال‌ها آب وقتی که ذوب می شود و آب به دریاها سرازیر می شود، در پاکستان هم همینطور. از آن طرف کوهستان تاجیکستان وجود دارد و از این طرف ما وجود داریم و هر دو مملکت از همین مسئله دچار هستند. امن افغانستان از این لحاظ هم بسیار لازم است که از وقتی که هندوستان کشور همسایه ما از 5 اگست یک اقدام در کشمیر برداشته و از قوانین بین المللی تخلف کرده اند، برای ما بسیار مشکلات ایجاد شدند. تجارت ما هم بر سر حال نیست و می خواهیم که این بر سر حال اول باشد و چون پاکستان در آسیای مرکزی قرار دارد، وضع استراتژیکی پاکستان کلا مربوط به این است که با کشورهای همسایه روابط خوبی داشته باشیم که در آن چین هم شامل است، تاجیکستان هم شامل است و اگر ما در این ناکام ماندیم کشور همسایه ما هندوستان از وضع استراتژیکی فایده برده می تواند. رئیس جمهوری تاجیکستان جناب امام علی رحمان، من بار دیگر از شما استقبال می کنم، خوش آمدید می گویم و از آمدن شما بسیار خوشحال هستم. جناب عالی، برادر عزیز، محترم نمایندگان وسایط اخبار عامه، خانم ها و جنابان، قبل از همه می خواهم بار دیگر به محترم سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان جناب عالی عمران خان، حکومت و مردم دوست جمهوری اسلامی پاکستان برای دعوت و کشور زیبا منظر پاکستان و پذیرایی گرم و صمیمی سپاس عمیق خویش را ابراز نمایم. ملاقات امروزه ما با محترم سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان چون عنعنه در فضای دوستانه و حسن تفاهم کامل صورت گرفته. جانب تاجیکستان از نتیجه های مذاکرات امروزه سطح عالی اظهار قناعتمندی می نماید. ضمن صحبت خاصه و مذاکرات سازنده با اشتراک هیئت‌ها ما جنبه های عمده مناسبت های تاجیکستان و پاکستان را در سمت‌های مختلف بررسی کرده یکسان بودن موقع جانب‌ها را دایر به اکثر مسائل روزنامه دو جانبه تاکید نمودیم. ما با گسترش و توسعه همکاری‌های متناسباً سودمند بین دو کشور دوست که در حالت رشد بامران قرار دارند توجه پیوسته ظاهر می‌نماییم. آماده هستیم که جهت پیشبرد بین بعده آنها تمام واسطه‌های ضروری را با در نظر داشت منفعت‌های ملی هر دو کشور استفاده بریم. تاجیکستان کشور دوست پاکستان را شریک با اعتماد خود در عرصه بین‌المللی می‌داند. ما از روند تماس‌های سیاست دائمی تاجیکستان و پاکستان از جمله در سطح عالی و سویه کنونی اعتماد کامل بین دو دولت اظهار قناعتمندی می‌نماییم. بسته نوی سندهای همکاری دو جانبه در ساحه‌های مختلف که امروز به امضا رسیدند اساسهای حقوقی مناسبت‌های گوناگون جنبه دو کشور را با هم تحکیم بخشیده جهت پیشبرد آنها زمینه مساعده حقوقی را فراهم می‌آورد. گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی یکی از هدف‌های مهم و مشترک جانب است. نقش فعالیت کمیسیون بین حکومتی آید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی در این روند مهم ارزیابی گردید. در این راستا ما اهمیت بهتر گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری و شایع‌کاری و جلب سرمایه مستقیم را به بخش‌های مختلف اقتصادیات تاکید کردیم. همزمان با این نسبت به سال‌های قبلی افزایش دادن حجم تبادل مال و محصولات میان دو کشور تاکید کردید. جانب‌ها ظرف 3 سال آخر تشکیل گردیدن 4 نمایش مال و محصولات پاکستان را در تاجیکستان
و منتظم برپا نمودن نمایش استحصال پاکستان در دوشنبه را با قناعتمندی ذکر کردند. ما به موافقه رسیدیم که مکانیزم های دائم و عمل کننده همکاری های سودمند دو کشور از جمله شورای مشترک صاحبکاران جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان اینچنین گروه کاری مشترک اید به انرژتیکا و اینفراساختار را بعد کاهش یافتن تاثیر پیامدهای همگیری کووید 19 از نو فعال گردانیم. دستهای انرژتیکا جانب تاجیکستان هوسمندی خویش را جهت ادامه دادن همکاری‌های سودمند میان دو کشور در تطبیق لایحه انرژی بخصوص در دایره لایحه کسا هزار اظهار نمود. ما آمادگی خود را جهت توسعه بخشیدن همکاری‌ها در ساحه نقلیات خاصتا جهت برآمدن تاجیکستان به بندرهای بحری پاکستان کراچی و گوادر اظهار نمودیم. اینچنین مسئله برآمدن پروازهای بارکشانی کارگو بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این جهت تاجیکستان علاقمند پیوستن به دالانها و لایحه‌های نقلیاتی منطقوی می باشد. تقویت همکاری‌ها در ساحه صنعت مهم ارزیابی گردید. جانب تاجیکستان هوسمندی خود را با فعالیت شرکت‌های پاکستانی در ساحه صنعت سبک کشور خود ذکر نمود. با در نظر داشت تجربه غنی کشور دوست در این سمت ما پیشنهاد نمودیم که در منطقه‌های آزاد اقتصادی کشور ما برای کارکرد نیایی محصولات کشاورزی از جمله نخی پخته و استحصال محصولات غذایی شرکت‌های مشترک تأسیس داده شود. جانب‌ها از تقویت پیوسته همکاری‌ها در ساحه تندرستی و تیپ اظهار قناعتمندی نمودند. تاجیکستان توسعه همکاری‌ها را در ساحه تندرستی از جمله در سمت تجدید ساختار مؤسسه‌های تندرستی برای ماندن استحصال مواد دارویی در تاجیکستان با جلب سرمایه پاکستانی همچنین تشکیل و رسانیدن کمک طبی و سانیتری را در رفع حالت‌های فوق‌العاده تاکید نمود. همزمان با این تاکید گردید که تاجیکستان و پاکستان در ساحه کشاورزی زمینه و امکانات خوبی جغرافی داشته می توانند در سمت حفظ امنیت آزقواری خود و تامین منطقه با محصولات با صفت کشاورزی همکاری‌هایشان را توسعه بخشند. حاضرین گرامی، وضع زود تغییر یابنده جهان معاصر به خطر و تهدیدهای خود ما را وادار می‌سازد که برای رهایی یافتن از مشکل‌های پیچیده آن در همبستگی عمل نماییم. ما دستگیری خود را از تلاش‌های پیوسته پاکستان به خاطر تامین صلح و ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم بین المللی تاکید نمودیم. ما به موافقه رسیدیم که شریکی خود را در مسائل مبارزه علیه تهدیدهای گلوبالی، تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر شکل‌های جنایتکاری متشکل فرامیلی ادامه می‌بخشیم. ضمن بررسی وضع امروزه منطقه قضیه افغانستان در مرکز دقت ما قرار داشت. جانب‌ها به همکاری‌های مشترک در احیای اقتصادی ملی افغانستان توجه خاص ظاهر نمودند. ما همسایه کشورهای افغانستان با برقراری صلح و ثبات در این کشور اذیت دیده بیش از همه منفعت داریم. از این لحاظ با اعتدال آوردن وضع در افغانستان همچون کشور پیوندگر شبکه‌های نقلیاتی منطقوی و بین المللی خاصتا برای کشورهای همسایه مهم ارزیابی می‌گردد. تاجیکستان از راه اندازی همه گونه کارهایی که برای رشد حیات اقتصادی و اجتماعی و تامین امنیت افغانستان ضرور است استقبال می‌نماید. دوستان عزیز، ما از همکاری‌ها در چارچوب سازمان‌های بین المللی و منطقوی، تقویت همکاری‌های بسیار جانبه در دایره سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری اقتصادی اظهار قناعتمندی نمودیم. مورد ذکر است که امسال تاجیکستان ریاست سازمان همکاری شانگهای را به عهده دارد. با ماه سپتامبر سال روان در پایتخت کشورمان جلسه جشن این سازمان را دایر می‌نماییم. در این راستا ما دعوت خود را از سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان جناب عالی برادر خود عمران خان جهت بازدید از تاجیکستان در این دوره و اشتراک در این نشست شورای سران دولت‌های اعضای سازمان تاکید کردیم. ضمن بررسی همکاری‌های بسیار جانبه ما اطراف موضوع‌های وابسته به تغییرآبی اقلیم و تهدیدهای محیط زیستی، اینچنین ظهورات اسلام ستیزی اظهار نظر نمودیم.
مورد ذکر است که تاجیکستان با در نظر داشت تاثیر منفی پیامدهای تغییریابی اقلیم چندی قبل پیشنهاد کرد که سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلان گردیده سنه روز جهانی حفظ پریخ‌ها معین کرده شود. همچنین ما قبلا پیشنهاد کرده بودیم که در سطح گلوبالی بنیاد مخصوص بین المللی حفظ پریخ‌ها تأسیس داده شود. ضمناً ضرورت همکاری فعال کشورهای با هم دوست ما را در پیشبرد تشبس‌های مذکور تاکید نمودیم. در ارتباط با مشکلات افزایش اسلام ستیزی ما جانبداری خود را از تلاش‌های دستجمعانه جهت گرفتن پیش روی این ظهورات نامطلوب از جمله در دایره سازمان همکاری اسلامی ابراز داشتیم. در فرجام مذاکرات ما از جناب عالی برای انجام دادن سفری رسمی به تاجیکستان در وقتی برایشان مناسب دعوت به عمل آوردیم. با همه حاضرین گرامی تنصیحاتی و شکوفایی آرزومند هستم. یک چیز دیگر که بسیار مهم بود من میخواستم به شما بگویم این بود که مکانیزم دائمی انفراستراکچر ما لازم بود که خواهشمندی خیش را و آمادگی خیش را میگه وضع دوستانه تاجیکستان نتایج بسیار خوبی داده و مذاکرات سازنده و میان آمدند و اعتماد بر هر دو مملکت بیشتر شده. میگه که از همه مهمتر اسلاموفوبیا است که اسلام را با تروریسم و این دهشت افکنی ها منسلک می سازند و به خارج و غرب این اخبار را می رسانند که پاکستان یک کشور تروریست است و این اسلام در پشت اسلاموفوبیا تروریسم را حمایت می کند. ما می خواهیم که از این خود را بیرون بیاوریم، از این جلوگیری کرده بتوانیم. دوم ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر رسمی با پرزیدنت جمهوری اسلامی پاکستان عارف علوی ملاقات کردند. نخست سرور دولت محترم امامعلی رحمان از دعوت جانب پاکستان جهت انجام سفر رسمی و امکان واخوری برای بررسی وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری دوجانبه اظهار سپاس و قناعتمندی نمودند. تأکید گردید که تاجیکستان با گسترش همکاری گوناگون جنبه و تحکیم روابط حسنه با جمهوری اسلامی پاکستان توجه پیوسته ظاهر می نماید. جانب‌ها عاید به افزایش باز هم بیشتری داد و گریخت و انتقال مال و محصولات اظهار هوسمندی کرده برای رسیدن به این هدف تقویت فعالیت کمیسیای بین حکومتی دو جانبه عاید به همکاری تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی را ضرور شمردند. در ملاقات مسائل همکاری دو جانبه در ساحه‌های مختلف صنعت، کشاورزی، انرژتیک، اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری و نقلیات مورد بررسی قرار داده شد. تطبیق لایحه کسا 1000 در سمت رشد همکاری انرژتیکی و تشکل دالان‌های ترانزیتی و نقلیاتی از تاجیکستان تا بندرهای بحری پاکستان، کراچی و گوادر جهت توسعه بخشیدن مناسبت‌ها در ساحه نقلیات همچون عامل‌های مهم تحکیم رابطه‌های برای هر دو جانب سودمند ارزیابی گردید. تحکیم بخشیدن همکاری‌ها در ساحه‌های معارف و تندرستی یکی از پایه‌های استوار رشد مناسبت‌ها بین کشورها معنی داد کرده شد. ضمن واخوری جانب‌ها برای تأمین امنیت در منطقه عاید به مبارزه مشترک علیه تهدیدهای گلوبالی، تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر شکل‌های جنایتکاری متشکل فراملی تبادل اندیشه کردند. وابسته به حل قضیه افغانستان تاکید گردید که حکومت تاجیکستان از راه اندازی همه گونه طرح‌ها که برای احیای حیات اقتصادی و اجتماعی و تأمین امنیت افغانستان ضرورند استقبال می‌کند. در آخر صحبت صمیمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از پرزیدنت جمهوری اسلامی پاکستان محترم عارف علوی جهت بازدید از تاجیکستان دعوت به عمل آوردند.
برنامه اخبار ادامه می‌دهیم. در دهه کلوبا و شلونک ناحیه رشت تالار ورزشی و مؤسسه تعلیمی دوشانه بنیاد کرده می شود. تالار ورزشی و بنای تعلیمی در پیروی به اقدام‌های بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب اهالی و مبلغ‌های جوانان وطن دوست بنیاد کرده می شوند. گزارش دیگل محمود از ناحیه رشت. روند کارهای آبادانی به استقبال جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در همه جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه رشت روز تا روز وسعت تازه کسب می‌کند. از جمله ساختمان تالار ورزشی در دهه کلوبه با سهم اهالی از روی نقشه جریان داشته تا همین دوره سال جاری بناکاران بیش از 70% کارهای ساختمانی را اجرا کردند. جوانان دهه شلونک جماعت دهات قلعه سرخ که در فدراسیون روسیه کار و زندگی دارند اقدام گرفتند تا سهم خود را در بنیاد بنای نوی تعلیمی و پیشرفت تعلیم و تربیت خوانندگان گذارند تا شرایط تحصیلی آنها باز هم بهتر و خوبتر گردد. زیرا سالها باز با زیاد شدن شماره طالب علمان نرسیدن صنفخانه و کابینت‌های فنی به نظر می رسد. ما آموزگاران افتخار از آن میکنیم که جوانان دهه شلونک هدایت های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را سرمشق کار خود قرار داده برای خوانندگان مکتب زمانوی بنیاد کرده ایستادند. مکتب از 11 صنفخانه عبارت بوده بنا با تمام شرایط های زمانوی در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی به استفاده داده می شود. در مؤسسه تعلیمی دهه شلونک بیش از 750 نفر خواننده تحصیل داشته. بنای تعلیمی عمل کننده سالهای 80 قرن گذشته بنیاد شده. دیوارهای انشاءات دعاشانه اساساً بتونی می باشد. این است که اسنای به نقشه گرفتن بنای نو شرایط محل و زمستان طولانی را به نظر گرفته ساختمانچیان انشاءات را از خشت پخته و صنفخانه های کشاد و برهوا بنیاد کرده ایستادند. در برابر این از روی لایحه پیشبینی شده ساختمانچیان برای فعالیت معتدل صنفخانه و کابینت‌های فنی و دیگر زیرانشاءات بنیاد شونده مؤسسه تعلیمی دهه شلونک در موسم تیرماه و زمستان در شفت انشاءات شبکه علاهیده گرمدهی ساخته می شود تا در یک وقت از نیروی برق و انگشت بنای مؤسسه تعلیمی با گرمی تامین کرده شود. از روی نقشه پیشبینی شده مقامات محلی تالار ورزشی دهه کلوبه و بنای مؤسسه تعلیمی دهه شلونک در عرفه جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شود. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر.